فکر کنم اومده صدا تصویر. الان فکر کنم صدا تصویر باشه. این یه خورده لتنسی هم داره. آره خیلی صدا هست. خب اطلاع رسانی اگه انجام بشه توی استوری توی چیه؟ استوری تصویر علی اینجا خیلی عجیب غریب شد. اگه اطلاع رسانی اگه بشه توی استوری و تلگرام. من این چرا از مکس کردم چون اونجا از دوستم خواهش کرده بودم که بلند شه از سر جاش که یکی دوستم بتونه بشینه. میبینم که سر جاش نشسته بود در پشت. اگه جا گوشی بردارم، چو اگه زایه. نه هیچ مشکلی نیست. خب اطلاع رسانی انجام شد. دوستان اگه اومدن توی لایو که ما بتونیم ویژه برنامه امروزمون و وارش تاکمون رو شروع کنیم. حله صدا رو ببندی. خیلی خوب علی جان. خب سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، بینندگان برنامه وارش تاک. این قسمت اولمونه دیگه، انشالله آغازی برای قسمت‌های زیادی باشه. در خدمت شما هست. منم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیز وارش اسپورت. اولین قسمت وارش تاک شو هستیم. امیدواریم که بتونیم این سری رو حداقلش تا پایان فصل خوب پیش ببریم و با توجه به فیدبک های شما سعی کنیم که تغییراتی توی برنامه به وجود بیاریم. به صورت کلی هدف از این لایو اینه که ما هر هفته بیایم بشینیم و اتفاقات و بازی های هفته قبل رو مرور کنیم و در ادامه ببینیم که هفته آینده قراره با کی بازی کنیم، چه اتفاقی بیفته، وضعیت تیم به چه شکله و همینطور اگر حالا رویدادی داشته باشیم، ایونتی داشته باشیم، هم توی برنامه میگنجونیم. مثلا امروز به هر حال به مناسبت سال روز تولد وارش اسپورت یک مهمان خیلی عزیزی داریم که الان هم اینجا هستن و در ادامه به ما ملحق خواهند شد. برسیم به بازی گذشته و کلی حواشی عجیب غریبی که این بازی داشت. بازی گذشته بعد 6 سال برگشتیم به عزودی. مهمترین نکتهش همین بود مسلما، و اینکه برگشتیم چه برگشتی. برگشت پرماجرایی هم بود. صبح روز بازی، حالا بعد اینکه ظهر بود دیگه، صبح نبود آره، دیگه، میشه گفت حالا ظهر. در طول مثلا یک هفته قبل بازی همه دارن در مورد برگشت به لیگ یک و برگشت به عزودی و اینا صحبت میکنن، همه هیجان زده و اینا. یهو نزدیک ظهر شد گفتن چی تماشاگر نباید بیاد، در حالی چرا که اصلا چرا نمیگیم، دلیلش هم معلوم نیست. حالا به قول بعضی کانال زده بود دلیل خدا میدونه. آره، حالا برای یه تصمیم عجیبی غیر فوتبالی که منوس کدوم نهادی واسه خودش گرفته بود و میگن یکم البته میگن که گویا ورزش و جوانان و نمیدونم فرمانداری و استانداری اینا ظاهرا مشکلی نداشت. حالا هر چی که بوده حرفا علتشو نگفتن ولی میگفتن که نیروی انتظامی. آره حرفا متفاوته. بعد اون کام هوادارا اول صبحی واقعا تلخ شد، همه مثلا آماده بودن برگردن و شاید هم خبری که پخش شد باعث شد که یه سری از اونایی که میخواستن بیان، از جاهای دورتر میخواستن بیان، دیگه پشیمون بشن، بگن الان چه ارزشی داره بیایم و اینا. ولی خب ماهایی که بودیم ته دلمون میدونستیم حالا یه اتفاق میشه. آره مثلا پارسال یادته، پارسال آره بعد اون کلیپی هم که حالا از تو دیشب منتشر شد ام، از پوریا بالازاده عکاس وارش اسپورت، اینجا هم اتفاق خودش هم هست. بله پرسیدی که هوادارا چی میشه، گفت ما میایم، هوادارا میان. همونطوری هم شد. آره دیگه، پوریا داموس. بعد چیزه، پارسال هم بازی اگه یاد باشه حدود 2-3 ماه بدون تماشاگر بود دیگه، دلایلش هم خودمون میدونیم. ولی خب اونجا هم هوادارا به هر شکلی و به هر ترفندی وارد استادیوم میشدن اکثر وارد بازی. شدن یه حرفیه، این که بتونی اون جو رو بدی، بتونی آره تشویق کنی آره، آزادانه. پارسال که وارد میشن حتی خیلی اوقات باید ساکت میمونن آره مخاطب. همینو میگم، این آره دو تا قضیه متفاوته. اصلا آره، ولی خب ما ته دلمون ایمان داشتیم که هوادار میاد و خدا رو شکر که اومد. وگرنه من فکر میکنم حالا در ادامه در مورد بازی میخوان صحبت کنیم، میتونست اتفاق خیلی بدی خیلی بیفته. حالا رسانه ها برداشت عجیب غریبی هم کردن، در صورتی که هوادارا می‌خواستن بیان خب بازی رو ببینن اصلا دیگه. این یه چیز عادی، بازی استادیوم اصلا گفتن هزار تا بازی حرف عجیب نباید غریب بدون هیچ بازی بدون تماشاگر نمیشه، نه کدوم سازمان لیگ بود چی اعلان، مگر اینکه شورای تامین مخالفت کنه. شورای تامین چه مخالفتی داشت دیگه خدا. خب برسیم به خود بازی. بازی، خب بازی که لحظه چی شد بازی، گل زدیم بعد اونطوری شد یکی جلو بودیم، نیمه اول هم یکیش بردیم. خب طبیعتا تحت تاثیر اون جوی که به وجود اومد بود، میگم وقتی تماشاگر اومد جو بازی خیلی، یعنی من احساس میکنم اگه تماشاگر نمیومد فاجعه رقم میخورد تو اون بازی. چون اصلا تیم بدون تشویق که معمولا یه خورده
اون بازی یعنی 100% رو نمیکنه. فکر میکنی که اگر تماشاگران نبودن یک نتیجه بدتری نتیجه خیلی میگرفتیم؟ بدتری میشد آره. و اگه نیمه اول اونقدر خوب بودیم طبیعتا به خاطر اینکه اون تاثیر مثبت رو داشت اومدن با هوادارا لحظه بازی، اون تشویقایی که کردن، مسی های خورده خودشون نبودن. ببین ولی این حرفیه که الان داریم میزنیم و مثلا تو برگردی به مصاحبه های روز قبل بازی همه میگفتن که ما میبریم، یا حتی بالای 90% توی نظرسنجی تلگرامی وارش اسپورت گفتن که ما بازی رو میبریم. چی شد؟ هوادار ببین، با عنوان دید هواداری بخوای نگاه کنی، هیچ وقت آدم نمیاد باخت تیمش پیش بینی کنه، یا نهایتا میگه مساوی. مثلا پوریا همون روز گفتون مساوی، سید علی میگفت ما میبریم بین دو نیمه. ما همون نظرم بود بدون توجه به سوابقی که مقابل مثل کرمان داشتیم، مثلا بدون توجه به چه خرجایی که اونا کردن چه خرجی ما کردیم، من گفتم آقا مثلا ما هم ببریم. نیمه اولم خب بردیم. حالا کاش ولی مساوی میشد، مساوی میتونست آره نتیجه. ببین حالا یکی دو تا موقعیت خوبم که تو همون نیمه اول از دست دادیم، یه تک به تک و اینا. ولی من احساس میکنم مثل کرمان، بخوایم به لحاظ لعن فوتبالی بگیم، یه خورده زیادی به داماش احترام گذاشته فوتبال، یعنی تو اون بازی قطعا میتونست اگه میخواست بازی خودش رو انجام بده، اگه واقعا اونقدر تیم خوبی بود، واقعا اوضاع خیلی خیت میشد. اصلا دو سه تا موقعیت هم خیلی راحت از دست دادن. بازی خودشون هم به اون صورت نکردن، تیم خوبی هم نبودن ولی بردن. یعنی اون موقعیتایی هم که گل کردن عملا ما تقدیمشون کردیم. حالا در ادامه بحث در واقع نقل و انتقالات و جذب بازیکن این حرفام داریم. حالا قبل از اینکه به اون برسیم، به نظرت ما واقعا با چیکار کنیم که تو بازی برگشت مثلا شانس انتقام گرفتن رو داشته باشیم؟ پس میتونیم. نه، بخوام به لحاظ منطقی ببینیم خیلی سخته، اصلا چیز غیر ممکن که وجود نداره تو فوتبال. سخته، ولی همه چیز بستگی به این داره که در ادامه تیم چطور عمل کنه. دفعه بعد که باشون بازی کنیم نیم فصله، همین الان هم نقل و انتقالات تموم نشده، اون موقع هم طبیعتا نقل و انتقالات دوباره شروع میشه. بستگی داره که تا اون موقع چقدر خودمون رو تقویت کنیم. تیم خیلی نیاز به تقویت داره حقیقتا. با این ترکیب، الان ترکیب فقط مشکل بازیکنان نیست، خب دیرم بسته شد، هنوز بدنسازی کامل نداشتن، باید چند هفته کنار هم بازی کنن و جا بیفتن. خیلی نمیشه از همه لحاظ بهشون خورده گرفت، ولی باز نیاز به تقویت داره، تو مخصوصا تو دفاع، تو نوک خط حمله خیلی نیاز به تقویت داره. علی تو فکر میکنی که ما چه پستایی بیشتر نیاز داریم که بازیکن جذب کنیم؟ چه پستی بود خودمون رو تقویت کنیم؟ اولویت مهاجم نوک 100%. الان ولی میدونم آخه تو بازی مس اون چیزی که حالا من حداقل برداشت کردم اینه که اشتباهات فردیمون توی خط دفاعی خیلی بیشتر بود. که آره، ولی اگه مثلا یه مهاجم زردار اون جلو داشتیم، شاید یکی دو تا از اون موقعیتایی که دم دروازه هدر میدادیم اون میتونست گل بکنه. و اینکه آره دفاع هم خیلی واجبه. الان دفاع ببین، من گفتم تو یه مطلبی اخیرا زده بودم، بر اساس اون سطحی که میای بالا باید خودت تقویت کنی. تو نمیتونی انتظار، من هیچ بی‌احترامی به هیچ کدوم از بازیکنان نباشه، همشون دارن زحمت میکشن. به هر حال روال فوتبال اینه، اگه یه صعود خیلی سریع از چند سطح همینجوری میای بالاتر بالاتر، باید متناسب با اون سطح خودتو تقویت کنی. من نمیگم اون بازیکن تو اون سطح هست یا نیست، ولی طبیعتا باید تقویت کنی. مثلا تو میبینی منچستر یونایتد مثلا فلان سال قهرمان شد، سال بعدش هیچ بازیکنی به جز مثلا اون فلینی رو جذب نکرد، سال بعدش هفتم شد. تیم قهرمان هم باید خودش رو تقویت کنه، چه برسه تیمی که وارد یه سطح دیگه میشه. حالا یه بحثی که وجود داره الان، حالا تو گفتی که خوبه که ما بخوایم مهاجم جذب کنیم، من گفتم حالا دفاعمون دارن سوتی میدن، ولی بازیکنی که رفتیم جذب کردیم بعد هافبک گرفتیم. یعنی رفتیم سید محمد خرم حسینی رو گرفتیم از مسجد سلیمان، نفت مسجد سلیمان، که هافبک فکر کنم دلیلش یعنی قراره که بازیکن‌ها تو پست دیگه بازی کنن کسایی که هستن. شاید الان تو اون پست شاید زیاد عمق نداریم، یعنی اصلا اون روزم دیدی رو نیمکت ما به اون صورت بازیکنی نداشتیم که زیاد میدان دیده باشه، خصوص تو لیگ یک و اینا. این شاید حالا برای بازی مثلا چرخشی یکی یه بار این بازیکن یا اون یکی بازیکن از این لحاظ بد نباشه. خورم حسینی فکر کنم بازیکن خوبی، تجربه زیاد داره، 26 سالشه البته. خرم حسینی اومدن یه چیزی نوشتن راجبش، گفتن بازیکن لیگ برتری. بعد اوکی، حالا تکنیکالی درسته لیگ برتری، ولی از چه تیمی؟ تیم نفت مسجد سلیمانی که اولین تیمی بود که سقوط کرد. بعد خود همین تیم نفت مسجد سلیمان هم باش تمدید نکرده. نمیدونم چه جور بازیکنی واقعا این. حتما سیام فرانی یه نظری در موردش داشته که آورد، باید اونو از مربی ببینیم چی میخواد. و به نظرم حالا بودنش هم شاید بد نباشه، تجربه داره و قطعا ما میگم به عمق بیشتری هم تو خط هافک نیاز داریم، مثلا نیمکتمون خالی، این خیلی مهمه.
ولی الان اولویت اگر این باشه که چی بخوایم جذب کنیم، قطعا مهاجم و دفاع. نظرت در مورد تمدید با علیرضا مصطفی، چرا الان؟ از علی مصطفی رو که خب از خیلی وقت میخوان باش تمدید کنن، چرا گفتن که الان؟ در راستای باشگاه نیستیم مثلا. اه، اسمش از موبایل دلاور، موبایل دلاور. اگر یا نمیدونم، اگر اشتباه نخونده باشم. ممنونم از کامنت شما توی یوتیوب. اگرم شما دوست دارید که کامنت بذارید، لطفاً خب سابسکرایب علی کنید. رضا، جان. در مورد مصطفی آره پرسیدی. مصطفی، آره مصطفی، اونم بس دور نشین. به هر حال بعد یکی از بچه اس ام بازیکن اس داده بودن، حالا به خاطر همینم لایو قطع شده بود، چون هات اسپات شده اس ام اس ندید. الان وسط لایو اس ام اس ندید. اینو داشتیم میگفتیم که صدا مثل اینکه یه خورده پایینه. اگه بتونیم ما یه خورده بلندتر صحبت کنیم فکر می‌کنم خیلی خوب میشه. خب مصطفی یکی از ستاره‌های فصل پیش ما بود. بلندتر قرار شد دیگه. آره یکی از ستاره‌های فصل پیش ما بود بدون شک، اینو میشه گفت. و واقعا خیلی نگران بودن که خب مثلا چرا با چنین بازیکن خوبی تمدید نشده، مثلا الان که نقل و انتقالات بازیکنی هم جذب می‌کنه، حداقل اونایی که خوب بودن رو حفظ کنیم. و خب حالا خدا رو شکر که توافق شد. من خیلی هم این فصل بهش امیدوارم که از بازیکنان خیلی خوب و زحمتکش تیمه و خیلی هم بی‌حاشیه است. امیدوارم این فصل هم بتونه بدرخشه، از خوبای تیم قطعا. و خیلی هم به خط هافبک و خلاقیت توی خط حمله میتونه کمک کنه. و در نهایت صحبت جذب بازیکن ملوان صادق بارانی هم بود که حالا به دو دلیل انگار منتفی شده. یکی این چرا که هافبک میخوان؟ نمیدونم. بس هم همین بود دیگه. میگم اینو چرا هافک دارن میگیرن. احتمالاً نمیدونم میخوان یه سری بازیکن‌ها رو بیارن، شاید پستشون رو تغییر آره. بدن. نمی‌دونم. به هر حال صادق بارانی مثل اینکه به دو دلیل کنسل شده. یکیش میگم بحث مالی بوده، مسئله دیگه‌ش همین بوده که ظاهرا دوست داشته که تو قراردادش بیاد که اگر تو نیم فصل پیشنهادی از لیگ برتر داشته بره، که ظاهرا باشگاه موافقت آره نکرده. پلان باید بگیریم. آره. حالا این شایعاتی که هست، ولی خب حالا دیگه اطلاعاتمون رو دو معمولا تا هافبک الان گرفتیم دیگه، فعلا فکر کنم. کامنت اومده. اگه بدید من ممنون میشم که بتونم کی کامنت می‌خواد؟ رو بخونم. داشتم. امکان تمدید با میاد یزدانی نمیدونم با سپیدرود میخواست ببنده، من بس یا نه میاد بس. یزدانی بس یا منتفی شد. گفتن حالا بسته دیگه. بیا بگو صحبت کن. پشت صحنه. پوریا مثل یه اطلاعاتی داره میخواد بگه. میاد یزدانی چی میاد شد؟ یزدانی جامپو دیبالا. بلندتر فقط بگو. میاد یزدانی آخرین خبرش این بود که احتمال داره به سپیدود بره، ولی خب هنوز که چیز قطعی نشده. و من احساس میکنم در مورد بحث علی مصطفی هم مثل این که بعد کنسل شدن بارانی اینا یه سعی کردن هر چه سریعتر با علی مصطفی ببندن تا یه صدا رو بیار بالا. اسکواد در واقع اون خط میانی رو ببرن بالاتر. باش. و چیزی که صحبتی هم کرد، دو سه تا بازیکن دیگه هم هست مثل آرمان قاسمی، مثل اینکه ایشون هم یه در واقع پروژه‌ای خواسته از تیم که اگه نتونست به توی لیگ برتر تیمی پیدا کنه که بعد به تیم داماش اضافه بشه. ممنونم ازت. صحبت پوریا رو شنیده. ای کاش واقعا ما این فضا رو داشتیم که پوریا میتونست بیاد، ولی متاسف فضا نیست. دو تا جا بیشتر یه نداریم. گوشی شده. کار دارن با گوشیش دیگه، حتما دیگه که نمیدم. یکی از دوستان آرمان پیام گذاشته که با تموم احترام مشکل اصلی ضعیف بودن نیمکت مربیگری هست. میتونه باشه، یعنی من نمیتونم الزاما مخالفت کنم، موافقتی هم با این قضیه ندارم، ولی میتونه نظر درستی هم در جایگاه خودش باشه. از این جهت که اگر یادت باشه ما توی اون صحبتی که زمان قرعه کشی لیگ داشتیم هم مطرح کردیم که سیامک فراهانی به هر حال اون تجربه‌ای که باید اون کارنامه موفقی رو توی لیگ یک نداشت. حالا درسته که شخصیت محبوبی، هوادارا دوستش دارن، داماشیه، ولی به هر حال این انتقاد میتونه درست هم باشه. نظر تو ولی چیه؟ به نظر من سیامک بلندتر بگو. مربی که خیلی خوبیه، در این زمینه هیچ شکی وجود نداره. اما میگم که سطح با سطح متفاوته. حالا اون سال بود، شاید تا الان قطعا
تجربه بیشتری کسب کرده و من میگم اگه میخوایم در مورد کادر فنی قضاوت کنیم باید چند هفته بیشتر من وایسیم. میگم حتی در مورد بازیکن هم باید به همین شکل باشه، الزاما به یک بازی من ملاک شاید نیست. به یه چیز سیامک فرانی بتونم مثلا سوال برام پیش بیاد، مثلا میتونست بعد تو نقل و انتقالات بیشتر فشار بیاره به باشگاه که بازیکنای بهتری، نمیگم الان بازیکن گرفته بده، یعنی بیشتر بگیره، بازیکنای موثرتری هم بگیره، میتونست تو نقل و انتقالات فعال‌تر بشه. فقط من همین رو شاید بتونم در موردش برام سوال پیش بیاد، وگرنه بحث فنیش بخواد باشه باید یه چند هفته وایسه. من الان نمیتونم بگم اول کار بگم که ضعیفه. من هیچ وقت همچین حرفی در موردش مربی نمیزنم. حالا ببینیم که چی پیش میاد دیگه واقعا. خب بریم. دیروز علی رضا جان. یه پستی و آخر آها شب آره برام آره آره فرستادی، آره در این موردم قرار بود گفت صحبت کنیم. نباید به اینا جواب بدیم. گفتم در مورد شرکت پدرام یا گفت خب جام حذفی داغ رو دلتون گذاشته. این چه حرفیه مثلا؟ حالا من قبل از اینکه این نکته رو تو بگی به اون پست اینستاگرامی اشاره کنی، من این نکته رو هم بگم. علی رهبر ما در گذشته خب بسیار مینوشت، هنوزم مینویسه. جدیدن کارهای ویدیویی خیلی قشنگم داره انجام میده. یعنی ما لطف داری. الان کارهای ویدیویی که داره انجام میده نه تنها از نظر بصری حالا قشنگه، من روز به روز دارم پیشرفت میکنم و امیدواریم که در آینده بهتر هم بشن، ولی همشون اون امضای علی رهبر رو انگار توشون دارن. یعنی یک داستانی رو دارن روایت میکنن، یک سوژه دارن روایت میکنن. ما این مدلی خیلی کم داشتیم و امیدوارم که در آینده حالا تو بازی بعدی هم بیشتر ببینیم. من اگه انشالله همه بازی‌ها رو باشم، همه بازی همین روال ادامه بدم. بسیار عالی. همراه با وارش پلیلیستی که به یوتیوب اضافه کردیم، ولاگ های علی رهبر رو قراره که توش بذاریم. به امید خدا. در مورد تو کانال هواداری نظر چی؟ نظر از خودتون میخوام بدونم. کانال هواداری اما استقلال یه سری هم کامنت های مضحک میذارن، ببخشید اینجوری میگم، میگن شما مشخص ادمینا پرسپولیسی هستید. بعد یه بار مثلا چه میدونم یه پرسپولیسی میاد یه حرفی میزنه، ما میریم جوابشون میدیم شما مشخصه که استقلالی هستید. ما بارها صراحتا اعلام کردیم ما غیر از داماش هیچ تیمی برای ما هیچ اهمیتی نداره، چه داخل گیلان چه خارج از گیلان، چه در سطح دنیا. من دیگه نمیدونم به چه زبانی باید بگیم. من یادم حتی اون زمان نمیدونم چند سال پیش بود، داماش با تیم امید یا جوانان ایران بازی داشت. اون موقع هم هواداری داماش من یادم طرفدار باز داماش بودن، کاری به تیم ملی نداشتن. آره تو همین حسودی بود. آره ببین ذهن فوتبال دوستای ایران، اونایی که اصلا مثلا کوچکترین چیزی در مورد فوتبال ایران میدونن، مثلا انگار اینطوری پیش‌فرض شده که آقا یا اینی یا اونی، یا قرمزی یا آبی، یا باید پرسپولیس باشی یا استقلال باشی. الان مثلا من اون روز الان داشتم تو کامنت ها رو میخوندم، طرف اومده مثلا با خیلی احترام و اینا شروع کرده دوست عزیز اونا، من میدونم که همون داماشیای متعصبم در کنارش یا طرفدار پرسپولیس یا استقلال. چرا تو این حرف رو تایید میکنی؟ 100% نه. ببین من رد نمی کنم این قضیه رو که همه در هر جو هواداری یک سری از افرادی به صورت محدود میتونن وجود داشته باشن که طرفدارای تیمای دیگه ای باشن. آره افرادی که خودمون میشناسیم. آره اصلا این که غیر قابل انکاره، ولی اینکه بیای همچین اتهام بزرگی رو بزنی که اکثر هوادارایی که میان طرفدار نمیدونم قرمز یا طرفدار آبی اصلا واقعا چرند. ببین اینقدر این دوتا تیم رو سر کل فوتبال ایران کوبیدن. من به عنوان نظر شخصی میگم، حالا شاید نظرم بخواد حالت عقده‌وار باشه، من از تغییر شدن این دو تیم تو هر زمینی لذت میبرم. حالا تو فوتبال آسیا تو حالت قاره‌ای که همیشه دارن هر سال تغییر میشن، یا راشون نمیدن یا تیمای عربی میزنن پودرشون میکنن، این که هیچی خود به خود. من دوست دارم تا همون فوتبال ایرانم اینا حسابی تغییر کنه، چون لایقش همین هستن، چون همه امکانات کشور رو دارن میدن به این دو تا تیم، واقعا آخرش هم هیچی نمیشن، فقط پول بازیکن‌ها رو نمیدن، آبروی اینو اونو میبرن. اصلا واقعا چه آدم باید طرفدار یک از این دو تیم؟ من به عنوان داماچی مثلا یا طرف اینم یا طرف اون، چرا مثلا من به استقلال گفتم من پرسپولیسیم؟ این چرندیات چیه واقعا؟ بعد حالا کار ندارم ضربتی زدی ضربتی نوش کن دیگه، اصلا کاملا یه بحث هواداری بوده. داغ رو دل ما گذاشته. آخه اون برد بود، اون از
اون جام آقا از هر چیزی بدتر بود. به زور اومدن یه دونه جام بهشون بدن بیا شما اینو بگیر. چون حالا اون سال نمیدونم فلان تیم نه کی قهرمان لیگ شده بود اینا نشده بودن گفت آقا تو بیا بگیر. به هر حال این مطلب الان روی صفحه اینستاگراممون هست، اگر خواستید کاملش رو میتونید بخونید و نظرتون هم همونجا بذارید. حالا اگر هواداران پرسپولیس و استقلال هم دارن این ویدیو رو میبینن، دوستان عزیزان نزنید از این حرفا رو راجع به داماش. راجع به هر تیم دیگه ای میخواین چنین حرفی بزنید، در مورد داماش چنین صحبتایی رو بذارید کنار. داماشیای واقعی خالصن. آره. اینو تو ذهنتون فرو کنید. نه آره. بحث نژادیه، نه بحث لزوما تیم شهری. حالا ما داماش رو دوست داریم و فقط داماشه. آره. چیز دیگه نمی گنجه کنارش. پوستر بازی بعدی هم حالا اینجا ببینیم. بعد البته مهمانمون اینجا هست، حالا مهمانمون قراره بیاد. مهمان خوبی هم. چه مهمانی داریم به مناسبت تولد وارش اسپورت. چیزی نگم دیگه، مهمان خودش بیاد و ببینیم. قبلش ما این پوستر بازی رو ببینیم. ببینیم در حال لود کردنش هستم. خیلی خوب. پوستر بازیه که با تصویر کنان نژاد این هفته کار شده. این نکته رو کنان نژاد کنعان طاهر نژاد کنعان طاهر نژاد تو تیم ما نیست که. کی بس این کی بود اسمشو کنده. چرا رفتم روی کنعان چرا رفتم اومد؟ چرا رفتم کنعان چرا بلوپرز وا این لایو بلوپرز چیه آقا؟ این پوستریه که کار شده. حالا اینو میخواستم صحبت بعدی رو که میخواستم بکنم با این صحبت قرقاتی شد. این بود که ما سعی میکنیم چه در پوستر قبل از بازی، چه در پوستر بین دو نیمه، چه پوسترهایی که برای انتهای بازی کار میکنیم، بیاییم ما از تصاویر بازیکن مختلف استفاده کنیم. زیاد هم تو این حوزه برام مهم نیست که کی گل زده، کی نزده، کی تازه اومده، کی قدیمیه. بیایم تمام بازیکن‌ها رو کار کنیم که همه در حق بشن، همه دقیقاً نقشی داشته باشن. حالا تا این پوستر دیگه دوباره بخوایم نمایشش بدیم دیگه فعلا موقت برم در علی خداحافظی میگه. حالا پوستر رو بذار من دوباره بیارم. مهمان داریم. چه مهمانی تو بمون. تصویر رفت. الان برو. خب برگشتیم با آقلی خیرخواه. چطوری؟ خوب هستی؟ عکاس با سابقه داماش، وارش اسپورت، رشت، ورزشی، غیر ورزشی و موفق در حوزه‌های گوناگون. امروز به هر حال به مناسبت 13 سالگی وارش اسپورت، البته با یک روز تأخیر، در خدمتت هستیم. گفتم که با هم در حال یک سری از خاطرات رو مرور کنیم. یه خوردم اگر بیای اینورتر که عالی میشه، با هم یک مرور خاطرات داشته باشیم. حالا تو یک سلامی داشته باش با مخاطبات که با هم صحبت کنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز گرامی، فعالین عرصه ورزش، بزرگواران در رسانه هواداری وارش اسپورت، همه دوستان، شما های احمدی، های رهبر، دوستان عزیزی که از قدیم این رسانه رو تأسیس کردند، جناب آقای ثابت، آقای اصغرزاده و همه دوستان. حالا میگی آقای عزت میخوام میگی آقای ثابت و اصغرزاده، دوستان ممکن نشناسن. مهرداد و مازیار. بله مهرداد و مازیار، آفرین، اینجوری بگیم بهتره. بله. و دوستانی که در ادامه ملحق شدن به این رسانه هواداری، جناب آقای پوریای بالازاده و مبین جعفرپور و سایر دوستان. شما گفتید که مهمان برنامه قرار اضافه بشه. من خود صبحونه البته حالا دیگه ما قاعدتاً کار رو با همین رسانه شروع کردیم. بله. من جا داره که عرض تبریک هم داشته باشم به مناسبت سال روز تأسیس وارش اسپورت. من این روز که اصلا میرسه برام یادآور خاطرات زیادیه، خیلی. چه از اون لحظه‌ای که ما استارت زدیم، درسته دوستان 2-3 نفر بودن و همیشه من میگفتم مثلا 3+1 شما شروع کردید، ما در کنار شما بودیم، همراه شما بودیم و به قول گفتنی
مازیار همیشه میگفت علی خیرخواه یار و یاور همیشگی وارش اسپورت. تا این افتخاری بود که نصیب بنده شد. و میگم اون روزها رو یادم میاد، اون لحظه هایی که حالا ما ما استارت زدیم. جا داره بگم که در سالیان گذشته من خودم حداقل اون موقعی که خودم نبودم به هر حال تو جشن‌ها شرکت می‌کردم، جشن‌های وارد بله، اسپورت. بله. نکته رو جا داره بگم که به هر حال در سالیان گذشته، در چندین سال گذشته، به دلیل کرونا و در یکی دو سال اخیر به هر حال به دلایلی که خودتون میدونید زیاد دل دماغی نداشتیم، واقعا تمایلی نداشتیم که این جشن‌ها رو بخوایم برگزار کنیم. امیدواریم که به هر حال شرایط جوری پیش بره که از سالهای بعد دوباره بتونیم اون دوره همیای سالیانه رو به مناسبت زادروز وارش اسپورت داشته باشیم. بله بله، شما که دیگه از سابقون هستید قربان. من حالا یک خاطره یادم میاد. من فکر میکنم شما رو اولین بار توی یک مراسمی بود که برای بزرگداشت ناصر حجازی، مراسم ترحیم ناصر حجازی بود اگر اشتباه نکنم، توی رشت بود، یک مسجدی بود اونجا، یک مراسم ترحیم گرفته بودن. داخل پرانتز من بگم آره. مثلا چون قبلش با آره. علی رهبر داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفتم ادمین لنگی، الان میگن ادمین کیسه ای. آره به قول شما اصلا جرس نمی‌کنه. ولی خب اون یک چیز ملیه. در آره. ناصر حجازی یه چیزی بود که ناصر حجازی، علی کریمی، علی داینا بله. شخصیت‌های ملی ان. بله. و ما به ارادت ما نسبت به شما دورادور و قلبی از خیلی قدیم هستش. ما اونجا خدمتتون موهام هم بلند بود. بعد خدمتتون عرض شود که به هر حال این روز رو تبریک میگم خدمت شما که همیشه پرتلاش هستید و زحمت میکشید برای رسانه هواداری داماش و وارش اسپورت. هستم در خدمت. دوستان عباس کندل ذهن میره دیگه، ذهن قاطی میکنه. تو اینجا من حواسم به هزار تا نرم افزار و دوربین و فلان و اینا هست. تو پخش صحبت کنان بود آخه تو این بحث نقل و انتقالات اینا صحبتش بود. آره 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 آره. خب علی جان، یه ذره با خودت میخوام صحبت کنیم در مورد خودت. تو عکاسی رو از کجا شروع کردی؟ یعنی از وارش شروع کردی یا از قبلترش در حوزه عکاسی کار میکردی و اینکه عکاسی ورزشی از کجا شروع کردی؟ والا خدمتتون از شد بلندتر اگه آره بشه که آره. چشم. من عکاسی رو قاعدتاً که انجام میدادم کار عکاسی رو، ولی حالا نه به صورت حرفه‌ای. ببین عکاسی اولا که یک عشق و علاقه ای هستش. حرفه عکاسی، هنر عکاسی یک عشق و علاقه ای هستش که باید در وجود اون شخص باشه. و اینکه ما داماش برای ما، حالا قبلش که ما با هم همیشه این حس و علاقه ای که به داماش و ورزش شهر رشت استانمون داشتیم، این باعث شد که ما در این زمینه ورود بکنیم به سمت سوی عکاسی و کار عکاسی رو شروع بکنیم. بله خود تیم داماش به حال رفتن به استادیوم باعث شد که ما در زمینه رسانه‌ای برای کار عکاسی شروع بکنیم و این کار رو ادامه بدیم، ولو با امکانات کم، با ابزار کم. حالا من اگه بخوام از اون روزها خاطراتی رو بگم، من یادمه که در ابتدا با یک گوشی خیلی ساده شروع کردم. حالا اوایل تازه مثلا گوشی‌ها اومده بودن خیلی. چه سالی بود حدوداً؟ اگر اشتباه نکنم فصل اون سالی که حالا 89 فکر کنم سال تأسیس وارش اسپورت، ما قبلش مثلا یه استارت هایی زده بودیم از وبلاگ بودن، جاوا بودن، سیمبیان بودن. آره هم گوشی خیلی ساده. مثلا میرفتم سر تمرین آره هم با حس علاقه‌ای که خودمون داشتیم اینا، میرفتیم سر تمرین مثلا عکسای حالا تمرینی میگرفتیم و اینا. بعد از اون دیگه حالا چون این رسانه وارش اسپورت تأسیس شد دیگه نیاز بر این بود که ابزارمون رو یه مقدار پیشرفته تر کنیم، حالا به قول اقتضای اون موقع پیشرفته تر. ولی خب باز هم علی باز همینجا نگهت دارم، از باشگاه پول گرفتی؟ از باشگاه برای گرفتن اون تجهیزات؟ اصلا به هیچ وجه. حالا من فکر می‌کنم در ادامه برسیم به اونجا خیلی بهتر اصلا. پس چون من اصلا توی این زمینه آدم مطالبه‌گری نیستم، نمیدونم حالا این ضعف حساب میشه حالا چیز دیگه، یا نمیدونم. به هر حال من توی این زمینه هیچ وقت آدم مطالبه‌گری نبودم و
نمیدونم خوبه بده، چون از همش در اول واقع هر هزینه‌ای که بود از بودجه شخصی بود، از جیب بود دقیقاً در واقع. دقیقاً همه چیز، چه از اون زمانی که ما دوربین های به قول گفتنی اون کامپکت خانگی کوچیک رو تهیه کردیم، کار رو شروع کردیم و کار کردن با اون دوربین چقدر سخت بود برای ما، چون اون عکس ها و اون با تأخیر میگرفت آره فکر کنم. دقیقاً آره. دقیقاً اون دوربین ها شات که میزدیم اون دکمه به قول گفتنی عکاسی رو میزدیم دوربین رو، فکر میکنم حداقل 2 ثانیه بعد میگرفت. پیش بینی می‌کردی، یا فوتبال خونی می‌کردی. دقیقاً این هم به سلسله مراتب آره. رفته من متوجه موضوع شدم. طرف قبلی که شوتو بزنه من مثلا میزدم شاتو میزدم، بعدن یه عکس، حالا بعدم در نمیومد نسبت به شرایط اون موقع بد نبود، ولی در عین حال البته اینو من نباید بگم آره هواداران بگم، ولی به زعم این که اون موقع هوادارا به حال اون البته عکس ها پوریا بالازاده عکاس داماشه اینجا اصلا داره تایید میکنه پشت محبت تصویر. ایشونه خواهش میکنم. و اینکه بعد در ادامه من یادم اون موقع به مرداد قول دادم که مرداد قول میدم بهت که حتما من یک دوربین بهتر در اسرع وقت رو تهیه میکنم و تایید کردی برام. و تهیه کردم. بله همون موقع حال با اندوخته‌ای که داشتیم دوربین رو تهیه کردم، بعد کم کم لنز رو یه مقدار تقویت کردیم و تا مدت ها هم با اون کار کردم و خدا رو شکر تونستم عکس ها و لحظات خوبی رو ثبت بکنم. علی تو با همون تجهیزاتی که داشتی که الان توصیفشون کردی، من میبینم که عکسای خیلی خوبی گرفتی به آرشیو سایت و حالا بعدها اینستاگرام که مراجعه میکنن. عکاسای جدید چرا اینقدر ادایی شدن؟ میگن ما لنزمون فلان باشه، دوربینمون فلان باشه. چقدر ابزار واقعا مهمه؟ خواهش میکنم. ابزار آیا اولویت اوله یا نه واقعا میشه با حداقل این کار رو واقعا انجام داد؟ ببینید حالا این یه ور قضیه، جدا از این بحث حالا ابزار کار، یه عده دیگه هم مثلا خیلی پولکی شدن، یعنی رشتی ان، حالا مثلا به قول خودشون ورزش میگن نه ما مثلا جلسه باید انقدر بگیریم کار کنیم، ما نه اینطوری هستیم. نه چیه که جدیدن ایجاد شده؟ ببینید من همون ابتدای عرضم خدمتتون اشاره کردم که عشق و علاقه اولین چیزیه که توی این کار اون فردی که میخواد کار رو شروع بکنه باید داشته باشه. غیر از این باشه شما بهترین ابزار رو هم داشته باشید میرسیم به اون نقطه‌ای که طرف باید خونه نشین بشه یا دوربین لنز و دوربینشو برداره بگه آقا مثلا حالا من مثلا میخوام برم تو این طبیعت اینجا یه عکاسی رو بکنم. غیر از این باشه شما باید همین کار رو بکنید. اول باید علاقه داشته باشید، عشق داشته باشید و بعد با اون ابزارتون بتونید خیلی کارهای خارق العاده انجام بدید، کارهای خوب انجام بدید، عکسایی رو ثبت بکنید که طرف نگاه میکنه لذت ببره. و بله دقیقا درست میگه. همه دوستان ما درس بس میدیم، تاج سر ما هستند، ولی اینکه نمیدونم حالا اشتباه ما بود یا دوستان دارن راه درست رو پیش میرن. ما اون موقع دنبال این چیز نبودیم که واقعا حالا نمیدونم ضررش رو دیدیم ندیدیم، نمیدونم چجوری بگم. برای عموم مردم حداقل اینه که الان عکسای خب به هر حال ماندگاری ازت وجود داره تو آرشیوا و هست دیگه، به هر حال خاطرات ما رو زنده میکنن. خواهش می‌کنم، لطف شماست. ولی دوستانی که حالا الان اومدن بله با حساب و کتاب میان جلو، میگن که آقا اگر اینجوری نباشه من نمیکنم. بعد من اون موقع یادم کار رو شروع کردم، شاید حالا چیزی که من الان حالا تحقیقا دارم خدمتتون میگم، حالا چیز نه، شاید اولین عکاس جوان شهر رشت بودم. بله. عکاس جوان رو میگم تا اون موقع هر کسی، حالا دوستان مهداد تو اون رده سنی نبودن تایید بکن، بله پیشکسوتان ما بودن توی عرصه عکاسی بله. و رسانه عکس و خبر پیشکسوت بودن. آقای عباس محمدی، مرحوم گلمیر ساداتی و سایر دوستانی که بودن همه پیشکسوت بودن توی این زمینه و بازنشست بودن، پیشکسوت بودن و همچنان کار میکردن، سن و سالی هم داشتن. اما به یک باره حالا نمیگم یک علی خیرخواهی اومد، حالا همه میگفتن آقا این دیگه کیه، با چه حالا چه شروع حرارتی داره، چه عشق و علاقه‌ای داره و اینا، مثلا آقا با یه دوربین و فلان اینا. گفتیم آقا ما میایم حالا ادامه میدیم، فعلا حالا کار داریم. و اونجا بود که شروع کردیم و من احساس میکردم، حالا نمیدونم ادامه بدم یا شما نه میپرسید. خوبه. فقط اینکه حالا صحبتایی که کردی رفتیم به اون قدیما،
آیا بازی خاصی هست یا رویداد خاصی هست که عکسایی که اونجا گرفتی خیلی تو ذهنت مونده باشه؟ بله عکس‌های مثلا من در مورد همین داماش به خصوص. بله بازی داماش رو خدمتتون عرض شود که مثلا بازی میگم حالا عکس‌ها رو اگر من تو ذهنم که مرور میکنم بازی با پرسپولیس بود فکر میکنم جام حذفی امین متوسل زاده گل زد و فکر کنم یکی جلو افتادیم بعد 2-1 باختیم اگر اشتباه نکنم جام حذفی بود آره. و اینکه عکسای خیلی قشنگ موقع جهان بخش بود علیرضا جهان بخش بازی میکرد خود امین متوسل زاده گل زده و پنالتی شده بود نمیدونم یادم نیست آره 1-1 شده بود بله بعد رفت برای پنالتی آره فقط میدونم که اون بازی رو بعد ما در نهایت واگذار فکر کردیم کنم از اون بازی یه عکس از محمد مختاری هم هست که با پیراهن پرسپولیس عکس انداخته. آفرین اون بازی نه اون عکس توئه یا عکس کسی دیگه ایه؟ عکس منه عکس توئه. آره آره محمد مختاری رو سرچ کنین یه عکس آره محمد با مختاری ابوذر رحیمی داره نه محمد مختاری با پیراهن عکس پرسپولیس عوض کردیم آره. دیگه میدونم آره پیراهن اشتباه نکنم محسن بنگر رو گرفته بود آره خدمتتون عرض شود که اون بازی عکسای قشنگی ثبت شد بعد خدمت شما عرض شود یا مثلا خاطره که من یادمه بازی داماش بود و با نفت تهران این یکی داماشو توی جام حذفی هم بودی فینال. این داماش رو اهواز رو میکنم آره نه نتونستم برم خیلی علیرغم آره میل باطنی خودم به دلیل مشغله حالا کار همین که گفتی نتونستم الان همینم می‌خواستم ازت بپرسم کم پیدایی خواهش میکنم یه مدت که وارش بودی بعد ترانسفرت کردیم به باشگاه عزیز شما بعد کجایی الان؟ آقا ما هر جا بریم وارش اسپورتی هستیم و حال وارش اسپورت خونه ماست لطف من داشتی از همیشه وارش اسپورت. کردم خواهش میکنم و وارش اسپورت جایگاه ویژه‌ای داره برای من خدمتتون عرض شود که مشغله کاری فراوان و به قول گفتنی سمت و سو پیدا کردن به یک شرایط کاری یه مقدار ما رو چون چرا تمام وقت حالا من همینو می‌خواستم ازت بپرسم واقعا شرایط برات جوری نبود که به عنوان یک عکاس در همین حوزه بتونی کار کنی و آیا این ضعف واقعا مدیریتی یا ورزشی ما نیست؟ خودتون اصلا راحت پیدا میشه کاملا معلوم میشه با یک جستجوی ساده و مخصوصا ما هواداران که دیگه تاریخچه این باشگاه رو کاملا حفظیم از بریم کاملا میدونیم یه مقدار راحت بره جلو متوجه میشه عدم ثبات مالکیتی و مدیریتی توی این تیم این به قول گفتنی ترس رو تو دل آدم به وجود میاره که آقا شاید نشه که مثلا نفر بعدی بیاد بشه همکاری مثلا کرد کی هست کجاست؟ آره چی میشه آیا مثلا آره تیم جدید چیز حالا به قول گفتنی به هر حال انسان باید برای خودش یک برنامه‌ریزی بکنه و مخصوصا ماهایی که توی این شرایط داریم زندگی میکنیم باید یک ثبات کاری داشته باشیم و اینکه بله باشگاهی مثل کرمان باشگاهی مثل سپاهان اینایی که ثبات مالکیتی و طبیعتا مدیریتی هیچ وقت دارن هم که نخواستی جای دیگه ای کار کنی باشگاه دیگه باشگاه منظورتونه دیگه یا نه اصلا به هیچ وجه چون پیشنهاداتی هم میدونستم حداقل تو همین رشت بهت میشد بله و اینکه همین الانش هم حالا هستش حالا در رده های حالا جور دیگه و دوستان لطف دارن محبت دارن و اینکه نه اینکه حالا من حتما صرف بگم نه و اینا من بابت اینکه واقعا این جایی بود که ما شروع کردیم باشگاهی بود که قلبی نیستی حالا کاریه بیشتر در هر صورت اگر هم ما با دوستان باشیم به حال میریم کار دوستان رو راه میندازیم اینکه اصلا برای همه همشهری هستیم تو یک شهر هستیم و هیچ فرقی هم نمیکنه ولی در هر صورت داماش جایی بود که ما استارت زدیم باش ادامه دادیم و قاعدتا هم اینجا موندگار شدیم ممنونم ازت حالا زیاد بحثم طولانی نکنیم که به ادامه برنامه بخوایم برسیم فقط در مورد ارتباطت با هوادارا بگو من چون یادم خودم هم استادیوم میومدم همه انتظار داشتن که ازشون عکس بگیری یا به دستشون برسونی دقیقاً می‌خواستم همین نکته رو در ادامه صحبتام اشاره بکنم من زمانی که شروع کردم من یک خلایی رو احساس می‌کردم توی عکسای داماش و حالا تا قبل از اونم هر کسی که کار می‌کرد بیشتر زمین بازی رو می‌دید و ما یک پتانسیل بالایی داشتیم روی سکو به نام هواداری که توی سرما و گرما میومد و کلی هم زحمت میکشید و خود منم از جنس همون هوادار هستم هست از یه فیلم هم هست توی استادیوم آزادی داری تشویق میکنی بله و اونم که اصلا یک جریاناتی بود آره به هر حال ولی در هر صورت من به قول گفتنی فریادها کشیدم برای این تیم و خیلی هم با عشق و علاقه و همین الانش هم دوست دارم باز هم که
به قول گفتن این کار عکاسی رو دنبال میکنم، دوست دارم بازم با همون حرارت باشم. این رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که یک خلایی رو من میدیدم اون زمان تو عکس ها، که خلای عکس هایی که به یادگار بمونه از هواداری که روی سکو هست و به قول گفتنی داره زحمت میکشه. که من شروع کردم از هوادار عکس گرفتن، علیرغم که تو زمین عکس میگرفتم از هوادارم عکس میگرفتم و هوادارا هم استقبال میکردن و کافی بود فقط من یه مقدار از سمت هوادارا رد بشم، دیگه شروع میشد درخواستای هواداران و ما هم همه رو میپذیرفتیم با دل و جان. جا داره که حالا صحبت هوادارا رو که کردی یادی هم کنیم که به هر حال از هوادارایی که روزی بودن و الان در بین ما نیستن. واقعا پوریا این پشت هست چیزی میخواست بگه. خب ما اون موقعی که هوادار بودیم دیگه، حالا بعد رسیدیم به عکاسی. علی خیرخواه از جلوی جایگاه رد میشد. علی خیرخواه یه ذره سال بلندتر. 90 یا 91 بود، یه عکسش توی برنامه 90 پخش شد. ما شعار ساختیم تو جایگاه اچ بودیم اون موقع، میگفتیم علی خیرخواه عکس بگیر بده 90 علی خیرخواه. این از اون ماجرا. خواهش من به ذهنم میکنم، اومد. محبت دوستان شما لطف دارید، فدات بشم پوریا جان. میفرمایید که علی با این عکاسی که اخیراً یه عکس از تمرین تیم ملی گرفته و تحریمش کردن نسبتی داره؟ نسبت بله میشناسمش، دوست هستیم. نه نسبت نسبت فامیلی نداریم، ولی به هر حال عکاسان تو تهران هم از دوستان ما هستن. بله میشناسیم. محمود هم که گفته شما فوق العاده هستید. ممنونم محمود، شما فوق العاده اید. لطف دوستان هستش، محبت دارید. به هر حال ممنونم ازت علی جان که زحمت کشیدی. ما برنامه دیگه نمیخوایم خیلی طولانی کنیم، البته با تو خداحافظی میکنیم ولی برنامه کماکان ادامه خواهد داشت. محبت دارید، زنده باشید. ممنون از دعوت. اگر صحبتی هرچی هم هست که خواهش میکنم، زنده باشید. برای داماش حرفها بسیار هستش، برای رسانه هواداری و اینکه شما دارید زحمت میکشید حرف بسیاره، ولی ممنون از شما که دعوت کردید و انشالله همیشه موفق باشید. ممنونم ازت. قربان. خب در حال مشاهده پوستر روز بازی هستید، پوستری که هنوز منتشر نشده و به زودی در صفحه اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی وارش اسپورت منتشر خواهد شد. علی رهبر هم که برگشت و با ماست. خب بحثمون ادامه بدیم علی جان. اومدیم ور دیگه، کدوم ور؟ رفتیم روی این. الان درست شد. خیلی خوب. تولد وارش اسپورت رو به تو هم تبریک میگم و به بقیه بچه‌ای که اینجا هستن. خیلیاتون از من قدیمی‌تر هم بودید. با نوشته‌های تو چقدر خاطره داریم واقعا. من که البته از مثلا دومین سومین سال‌های وارش اسپورت کم کم ملحق شدم به عنوان کاربر و من قبلا نمیدونم میدونین که یه دونه سایت گل ایرانی بود بله. من میرفتم اخبار داماش اینا میخوندم، می‌نوشت همیشه به گزارش وارش اسپورت. آره وارش اسپورت اولین بار همونجا آشنا شده بودم و تقریبا دیگه کلا منبع خبر من بود دیگه. بله. بعدش هم که دیگه کم کم با بیشتر هوادارا با کادر مدیریتی وارش اسپورت و اینا آشنا شدم و دیگه بعدم خودم ملحق شدم. از سال 95 میشه گفت دیگه رسما دارم الان برای وارش اسپورت کار میکنم و حالا نمیشه گفت کار که بیشتر اوقات مثلا تو آشار فرانسه دیگه اولا یه جا میگن چرا مطلب می‌نویسی ویدیو می‌سازی فلانجا حالا تو سالهای قبل‌تر مصاحبه میگیری. سالهای قبل‌تر مثلا موقعی که لیگ 2 بودیم حالا فعالیت من اونقدر کمتر بود به نسبت. حالا یه بار مثلا گزارش بازی بود بعضی اوقات تو تلگرام یا تو اینستاگرام گزارش زندهش مثلا می‌نوشتیم متنی اینا. حالا یه مطلبی نیاز بود، یه مقاله نیاز بود، من در حد خودم می‌نوشتم، بقیه هم ویرایش می‌کردن. دم شما یکم حالا برسیم به بحثمون دیگه. تولد وارش و این داستانا رو فراموش کنیم، برسیم به بحث خودمون. خب بازی شنبه داماش، بازی که در پیش داریم با فجر سپاسی شیراز در شیراز، چی میشه؟ همینی که پوسترش رو هم اینجا داریم کار میکنیم. این بازی چی میشه؟ چه اتفاقی برای این بازی میفته واقعا؟ ببین به لحاظ هواداری که ما هیچ وقت دوست نداریم بگیم تیممون میبازه 100%، ولی
به روالی که تیم تو این بازی پیشرفت و با اون مسیر میخواد بره به سمت فجر سپاسی، من تو شیراز حالا تو این گرما خیلی نمیتونم امیدوار باشم نتیجه خوبی کسب بشه. امیدوارم اشتباه کنه. بس من به نظرت فکر می‌کنی مثلا چه منطق میدونم فوتبالی میگه مثلا داماش باید 2-1 2-0 3-1 اینجوری ببازه، ولی من امیدوارم نتیجه بگیریم. یعنی فکر می‌کنی مثلا یک مساوی هم حتی شاید نتیجه خوبی برامون باشه؟ بهترین نتیجه فکر کنم الان برام مساوی باشه. فجر البته تو هفته اول به نفت مسجد سلیمان باخت. حالا مربیشون آقای رجب زاده که دیگه همه باهاش آشنا. هر حال اون بازی خارج از خونش بود دیگه. آره اومد گفت مصاحبه کرد نمیدونم ما باید این بازی رو 6-1 7-1 می‌بردیم. این چه طرز فوتبال بازی کردن تیم نفت مسجد سلیمان ضد فوتبال بود، حقش بود سقوط کنه. یه حرفای جنجالی زد. اول کاری خودشون یکم تو حاشیه بردن. اگه این حاشیه‌شون ادامه پیدا بکنه روی روحیه تیمشون تاثیر گذاشته باشه به نفع ماست. ولی خب داماشم اون جوری که باید شروع نکرد. یه نیمه خوب بازی کرد ولی نیمه دوم واقعا همه رو نگران کرد. ببین اگه یه نظرات چیزی خوبی که من رو باشه نگران میکنه در مورد تیم سیامک اینکه تیم خب خیلی قشنگ بازی میکنه، ولی مثلا تو یک بازی سخت خارج از خونه آیا ما انتظار یک بازی قشنگ داریم واقعا؟ ما احتمالاً یک بازی نتیجه گرا رو لازم داشته باشیم. ببین اصلا الان نهایتا با یه تیم نسبتا خوبی توی لیگ برتر باشی که بخوای توی هر بازی قشنگ ارائه بدی. فوتبال ایران در و تخته نداره، تو باید نتیجه بگیری فقط. سیامک به نظر من دیگه خودش به میکنه نظرش خب چنین توانی داره؟ دیدی تا باید حالا چنین چیزی ازش؟ نه اینکه بخواد نتیجه گرا بازی کنه. نتیجه گرا اون چیزی که تو لیگ 2 دیده بودیم نهایتا ما بیشتر بازی خارج از خونه رو مساوی می‌کردیم. فکر کنم یادته یا مساوی می‌کردیم یا بعضی‌ها رو یه باخت خفیف داشتیم. حالا اون موقع اون تیم بود یکم مورای خوبی داشتیم، حالا لیگ 2 هم بود. الان که خب تیم بدن سازیش یه خورده کم بوده، حالا تازه دوره هم اومدن کم کم داره مورا رو جمع میکنن. من واقعا امیدوارم اتفاق بدی نیفته. فقط من به شخصه به مساوی خب راضیم. فکر می‌کنی نتیجه چند میشه بازیمون با فجر؟ والا هواداری نگو، همینجوری این فکر می‌کنی از نظر منطقی بازی فکر چند می‌کنم میبازیم دیگه. فکر می‌بازیم؟ آره من فکر می‌کنم میبازیم ولی امیدوارم نبازیم. من فکر می‌کنم که 1-1 شاید بتونیم بگیریم. من آره به حالت خوشبینانم میگم مساوی 1-1 میشه. پوریا تو چی فکر می‌کنی که بازیمون با فجر، حالا نه به عنوان هوادار، به عنوان تحلیلی بخوای داشته باشی، فکر می‌کنی چند میشه بازیمون؟ فعلا پتانسیل من تو ذهنم میگم 0-0. 0-0. بعد یه جور دیگه ای که فکر میکنم میگم این تیم شاید هنوز اون پتانسیل سوتی میدیم، خیلی تو گل دفاع سوتی میدیم. نخوردن آره یعنی نمیتونه اونقدر سفت و محکم بازی بعد کنه. از چند روز باختیم تو 100 و 1160. یه موضوع دیگه هم که هست، این تیم داره با ترکیب 3-5-2 بازی میکنه. این ترکیبی که دوباره باب شده بعد چند سال تو کل دنیا. ما یه در واقع بک چپ و راستی میخوایم که این بازیکن بتونه بره و بیاد. من احساس میکنم تو تیممون فعلا همچین کسی رو نداریم. آرمان قاسمی این پتانسیل رو تو تیم ذوباهن داشت، تو تیمی که تارتاب 2 سال پیش داشت. آرمان رمضانی این کار رو انجام میداد براش. حالا نتیجه فکر می‌کنی چی میشه؟ حالا نتیجه من به نظر من نمیخوام بگم میبازیم ولی احتمال باختمون زیاده. احتمال باخت هست چون تیم رجب زاده واقعا تیم خوبیه. آقا علی خیرخواه که هنوز اینجا با ما هست، فکر کنم بازی چند بشه؟ بر اساس همون سابقه لیگ برتری که خب فجر سپاسی داره و تجربیات لیگ برتریش و مربی خوبی که آقای رجب زاده برآورده، احتمال اینکه حالا ما ببازیم دست خالی هم برگردیم، همون که شما میگید حالا غیر از هواداری بگو، اینا رو در نظر اینجا 3 نفر هستن گفتن میبازیم، من ولی میگم مساوی میکنیم. حالا ما حتما نظرسنجیش رو هم توی آره هانی تو چی؟ من میگم میبریم. چند 1-0. 1-0 منطقی نیست ولی دوست دارم اینجوری اوکی. باشه. این همه امیدواریم این اتفاق بیفته. اوکی بازی دیگه حالا آره تو یک بازی اصلا هیچ کی فکر می‌کرد ما تو اون سال 91 یهو بریم شیراز 6-1 ببازیم. اصلا چی شد؟ حالا این رو ما حتما توی کانال تلگرامیمون نظرسنجی میکنیم. آره. تا بیاین نظر واقعیتون رو بدید. حالا
نظرتون هرچی هست، اگه میبریم مساوی میکنیم یا میبازیم نظر بدید و بعد از بازی هم نظر سنجی رو میبندیم ببینیم چند درصد درست پیش بینی کردم. در مورد بازی بعدتر حالا یه عکسی هم اینجا ازش دارم بخوام نشون بدم، لیست بازی‌های چند تای بعدیمونو. والله ثانی. آره این بازی نظرت در مورد بازی با آبی پوشان چیه؟ استقلال هم بهش میگن. اینو من به نظرم میبره. یعنی ممکنه این دوتا باخت اولیه مثلا یا حالت روحی خراب کن اینا باشه، تیم بخواد یه واکنشی نشون بده. این بازی دقیقا مناسب همون واکنشه و به نظرم داماش دیگه در اون حدی است که بتونه استقلال ببین ملاسانی ببره. یه چیزی حالا من خیلی سربسته بگم دیگه فکر کنم مخاطبا متوجه بشن. بازی هم 26 شهریور داره برگزار میشه. فکر می‌کنم ما تماشاگر بتونیم داشته باشیم با تجربه اتفاقاتی که مثلا هفته پیش افتاد. اونا دوست دارن دوباره خیابون بسته بشه. من نمیدونم به هر حال خیلی شرایط حساسی. نه من فکر می‌کنم اگه از قبل بیان اعلام کنن مثلا چه می‌دونم 4-5 روز قبلتر اگر اعلام کنن که بازی بدون تماشاگر، من فکر نمی‌کنم اتفاقی هم بیفته اتفاقا. امیدوارم با تماشاگر باشه دیگه. منم چی امیدوارم که این اتفاق بیفته. کامنتی هم داریم میگه آستارا باخت بازی. حالا این نتایج هم میتونی یه دور بخونی که چه اتفاقاتی افتاد. آها یکی میفرماید برعکس علی خیرخواه عزیز میگم چون سابقه ما توی شیراز جلوی فجر بد نیست میتونیم ببریم، ولی خودم احتمالا مساوی 1-1 رو بیشتر میدم احتمالش رو. معین عزیزاده هم کامنت گذاشته برامون. آفرین وارش حرکت خوبی استارت زدید. ممنونم ازت معین. در مورد نظر عرفان که گفت توی شیراز ما حالا مثلا ما تو شیراز اونقدر بد نبودیم. آره مثلا آخرین فصلی هم که تو لیگ یک بودیم هم تو شیراز هم تو رشت 1-1 مساوی کردیم. یا تو لیگ برتر هم سابقه بردن تو شیراز رو داشتیم، فصل آخری هم که بودیم باز مساوی کردیم. اونقدر طوری نیست که مثلا بخوایم بگیم ما از قبل باختیم. نه از قبل باخته نیستیم، در مقابل هیچ تیمی داماش نمیتونیم بگیم از قبل باخته. خلاصه تیم خطرناکیه در هر صورت. ولی الان روند تیم و منطق اینطور میگه که این تیم داره به روند باخت میره، ولی خب ما از خدامونه که اتفاق نیفته. خب طبیعیه. یه دور بازیایی که هفته اول در روز اول و دومش برگزار شد و بازی‌های هفته آینده هم بخونی که هوادارا برحال بدونن خوب میشه. هفته اول روز شنبه، روز اول مسابقات، اولین بازی خب داماش گیلان که میدونین 2-1 به مثل کرمان باخت. اولین گل این فصل رو هم بازیکن ما زد، حسین خیری. خب اوکی. در بازی بعدی هم سایپای تهران یکی از تیم‌های مطرح ایران 1-0 تونست دریای بابل رو شکست بده. بهترین برد این هفته اول رو خب تیم تازه وارد به لیگ یک یعنی مثل سونگون ورزمان به دست آورد. از 10 نفره شدن خلیج فارس ماشر نهایت استفاده رو برد. 4-1 این تیم رو شکست. الان چه تفاضل خوبی. صدر جدول. حالا اولین هفته هیچ وقت مهم نیست، ولی پارس جنوبی جمع 1-0 خیبر خرم‌آباد شکست. خیبر نمیدونم دقت کردی از یه جایی به بعد نقل و انتقالاتش به هم ریخت، نه مشکل مالکیتی خوردن چی، یعنی خود امیدی چیزم که رفت خیبر دیگه درسته؟ آره از سیمانپور هم آره رفت رفت خیبر رو برگشت. آره مثل اینکه یه سری حواشی براشون پیش اومد. یعنی من خیبر باخت یا آره خیبر باخت دیگه، یکی از پارس جنوبی باخت. و الان اوایل خودمونی ببین علی خودمونی خیبر میبازن خوشحال میشم دیگه اونم حکم پرسپولیس داره. نه خیبر آقا خیلی نامردی شد ما رو 2-3 سال عقب انداخت. بره از لیگ 2 بره لیگ 3 بره لیگ استانی منحل بشه قشنگ لذت ببریم. شما باشین سهمیه کسی رو نگیر. البته فکر کنم کارون اروند هم همین حسو در مقابل ما داره، ولی اینم حرفیه. ادامه بدیم. خب آره خب من تو کلیپ قبلی به صدا مثل که میگم باز پایینه نمیدونم چرا. حالا آره تو لایو قبلی بهت گفته بودن خیبر میتونه جزء مدعیا باشه، حرفمو پس میگیرم، نیست. نفت مسجد سلیمان که تازه از لیگ برتر سقوط کرده، فجر سپاسی حریف این هفته ما رو 1-0 شکست داد تو بازی که ادعا داشتن فجریا ما میتونیم 6-7 تا گل بزنیم.
به روز دوم روز دوم قبل از اینکه بگی عرفان گفتش که من تازه به لایو ملحق شدم. اولا که این نکته رو بگم دوستان، هر زمانی که به لایو ملحق بشید میتونید این لایو رو بزنید عقب و از ابتدا ببینید، یعنی مثل اینستاگرام نیست که چیزی رو از دست بدید. به علاوه اینکه لایو تموم بشه این ذخیره میشه و هر زمانی که بخواین میتونید بیاین و هر قسمتیش رو که خواستید ببینید. ولی در مورد سوالی که پرسیدی که آیا مهاجم جذب شده، نه مهاجمی جذب نشده، همین دو بازیکنی هست که آخه امید پورغنبری آره. بود دیگه آره که از پارس جنوبی جمع اومد. این بازی هم بود اولین بازی، یه نیمه فکر کنم مهاجم تازه ای نگرفت. خب روز دوم بازیایی که هفته گذشته داشتیم، تیم تازه تأسیس شهر راز شیراز با استقلال ملاثانی که در موردش صحبت هفته سوم باش بازی داشتیم 0-0 مساوی کرد. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. مثل شهر بابک یکی از مس‌های فراوان فوتبال ایران تو اولین بازیش تو خونه 1-0 از جوکی اومدن گفتن که جدولای همه لیگامون جدول تناوبی واقعا هست، ولی این از یه عنصر تازه چند تا داریم. نمیدونم سیمانه. بگو حالا سیمان که البته ما هم داریم. سیمان سپاهان بود یه زمان. ما هم داریم ولی آره الان پسر سیمانه. خب مثل شهر بابک تو خونه 1-0 از آریو اسلام شهره که فکر کنم تازه صعود کرده باخت. تازه واردا هم خوب شروع کردن. ما فقط در زمین خودمون. چادرملای اردکان هم 1-0 شهرداری آستار هموستانیمون رو شکست داد و در زمین خودش، البته در زمین خودش شکست، هنر نکرد. نفت و گاز گشتاران هم که تازه صعود کرد، یعنی تیم تازه صعود کرده 1-0 خوشه طلایی که اینجا نوشته صابه، نه آخه صابه یا اردبیله رسمیش انگار صابه است ولی بعد به بازیش برسیم. آره. ببینیم اردبیل میره یا صابه. بعد مثلا یکیم هنوز مثلا ببین هویت فوتبالی اینه، یعنی راحت مثلا تیم همون اسم میره این شهر اون شهر، چه فایده داره. خب آره آخرین بازیمون نفت گشتاران 1-0 خوشه طلایی صابه یا اردبیل رو 1-0 شکست. حالا قبل از اینکه به برنامه بازی‌های هفته آینده برسیم، یه خبری هم پوریا به دستمون رسونده که اسامی داوران اومده. داور وسط عباس راکی، فرزاد شیرمردی، هارون چوپانزاده و محمد علی سلامی. من منتظر بودم سر شیرمردی هم ادای شیر قردش کنیم. اسامی داوران نمیشه اهمیتی داره، عمر خبر میاد نمیدونم واقعا، ولی حالا اینطور خب آبراج خبریشون بره بالاتر دیگه. آره خب برنامه کیفیت مهم. هفته دوم یک شنبه 19 شهریور. شما گفتی شنبه، یک شنبه است. یک شنبه 19 شهریور از ساعت 17:45 دقیقه 2 تا بازی شروع میشه. اولین بازی دریای بابل، الان یه دریای کاسپیان بابل فرق نمیکنه، با مس سونگون ورزقان بازی داره و دیگر بازی هم آریو اسلامشهر با شهر راز شیراز. حالا داخل پرانتز من یه چیزی هم بگم که داور نه دریای کاسپیان، در کاسپیان بابل اون تیم یکم دوستش دارم. اون تیم دریای کاسپیان بابل هم تو رو دوست داره. آره باش شده چیز خاصی نیست، مطلبی که آره اومد و کار کرد. عباس رمبو. خب حالا 3 تا بازی دیگه هم از ساعت 18 شروع میشه. خوشه طلایی حالا مشخص میشه چون تو خونه‌شه، یا ساوه یا اردبیل با سایپای تهران بازی میکنه. میگن جواد برام نوشت، جواد هوادار شهرداری آستارا هم هست. جواد جان سلام، میگه که ظاهرا آره خوشه طلایی اردبیل شده، حالا آستارا شاید بهتر اطلاع داشت. آستارا باخت بازیابی میدونیم عزیزم. میگه اردبیل بود، میگم آره این کار اردبیل حل. آره ساوه نیست. حالا تو سایدا چرا هنوز زدن؟ سایتا آخرین خبری که خود سازمان لیگ داده تایید نکردن میزبانی اردبیل و بازی تو عراق برگزار میشه. بازی توی عراق برگزار میشه ولی خوشه طلایی اردبیله؟ نه هنوز پسوندش هم هنوز تغییر نکرده. آها خیلی خوب. ممنونم ازت جواد. خب از بازی که ساعت 18 شروع میشه خوشه طلایی با سایپا، شهرداری آستارا هم میزبان نفت مسجد سلیمان. بعد از ساعت 18:15 مس کرمان با نفت و گاز گشتاران بازی میکنه. 2 هفته پرپی با تیم‌های تازه صعود کرده.
از ساعت 18:30 بازی ماست. فجر سپاسی میزبان داماشه. خب حالا یکم ساعتش رفته عقب‌تر، نزدیک غروب. دلیل گرما باید باشه احتمالاً. آفتاب کمتر و هر چقدر کمتر باشه به نفع است. حالا امیدوارم این شرایط سفری بچه‌ها حداقل شرایط خوبی باشه که حداقل فشار بیش از حدی بهشون نیاد در مسیر. پارسال هم که تو سفر زیاد مشکلی نداشتیم. آره. سال هم همینطوری باشه. امیدوارم که به همین شکل باشه. و تو آخرین بازی همون روزم ساعت 19 خلیج فارس ماشر با پارس جنوبی جم بازی میکنه و یه بازی میمونه برای دوشنبه که استقلال ملاثانی میزبان چادرملای اردکان. دلیلش اعلام نشده چرا این یه بازی حالا مگه دلیل هفته اول اعلام شد؟ دلیل نمیارن راست. چه کاری. دلیل چیه؟ خیلی خوب. دیگه چه خبر؟ سلام. خوب هستی شما؟ باش. این بود از تاکشو امشب ما. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. حالا سعی میکنیم که طی هفته‌های آینده کیفیت رو بالا ببریم. اگر شد این پشتی بنری چیزی بزنیم. حالا کیفیت تصویر رو که فکر میکنم بالا بردیم. آره دیگه از اون قبلی بهتر شد. آها. دوستان میفرمایند که به دلیل اینکه دو تا تیم هم‌استانی میزبان هستن به خاطر همین روز یکی از بازی‌ها تغییر کرد. ممنونم ازت. و اینطور دیگه کامنت ها ببینیم چیز تازه فکر نکنم اومده باشه. میخوای یکم بریم کامنت های اون پستی که گذاشتیم بخونیم؟ آره باحاله. گفتم یه پست خیلی اینطوری پرحاشیه‌ام توی اینستاگرام داشتیم، واکنش‌های عجیب غریبی گرفت. آره. حالا من میدونی از چی تعجب میکنم علی؟ از چی تعجب میکنم؟ حالا هوادارهای مثلا پرسپولیس استقلال اینا میان به ما یه حرفی میزنن. بله. انتظاری ازشون نمیره. آره کلا. ولی یه کامنت های عجیب و غریبی هم از بچه‌های خودمون هم داشتیم. آقا یه سریاشون میگن که مثلا اونا اومدن به شرکت پگاه گفتن ما آقا شرکت پگاه رو ما چیکار؟ من اصلا به لبنیات شما چیکار دارم؟ اسپانسرتون چیکار؟ اون قسمت جام حذفی رو نباید میگفت. آره دقیقاً. شما میخواید تحریم بکنید نکنید. مثلا فکر میکنین چون تیم ابرقدرتی هستیم میتونین همه کسو بکشین پایین هر حرفی بزنید. اصلا مسئله سر پگانه. واقعا ما هیچ دل خوشی خودمون در مورد شرکت پگاه نداریم. ولی مسئله همین تیمیه که الان داماش شده و به این تیمه که توهین شده. هواداران عزیز. حالا یه سری از کامنت های دوستان و پاسخاشون رو بتونی بخونی. خب یه چیزایی بشه خب. آره واقعا. آرش ما گفته بازی برگشت فینال حذفی باید یه پنالتی 100% اعلام میشد و گلر استقلال با اخراج میشد. با کف استوک زد به پای ابراهیمی اما استقلالی‌ها داور خریده بود. این هم چیزیه. بخش یه لحظه حواسم پرت شد. حالا ادامه بده تو. عذرخواهی میکنم. اینجا حالا دوستان نمیبینم ما توی دفتر کوچیکی هستیم. اینجا سر خیابونی ماشین میاد رد میشه، آبر رد میشه، یا میبینید مثلا با گاری دارن میان مثلا چه میدونم سیب زمینی میفروشن. یه همچین وضعیتیه خلاصه. یه دوست بزرگی یه کامنت خیلی فلسفی گذاشته واقعا ذهن من مشغول کرد. چی گفتن؟ گفته الان این گلواژه ها از طرف یه داماشی بود مثلا یا یه پرسپولیسی؟ بخونیم بقیه‌شو. آره حتما. اینجا ماشین با جابجا کنیم. یادتون نره طرفداران داماش یا هر تیم دیگری در کنارش احتمالاً طرفدار یکی از دو تیم پایتخت هستن. چرا؟ و با این جهتگیری‌ها بخشی ازشون رو ناامید میکنید. فاقد اهمیت. کلام قرمز لنگی مثلا هستی دیگه حتما دیگه. کچلم بزن. خب البته جواب بچه‌ها بهش خوب دادن دیگه نیاز نیست. دوستان خوبه. آره اونجا پاسخاشون هم باز بعد چه میدونم حتما فکر میکنن که اون کسی که داره جوابشون رو میده مثلا نمیدونم استقلالیه و نمیدونم چه تصوری دارم. من نمیدونم واقعا اینا. یکی اومده چندین نفر رو منشن کرده از جمله من و سید علی هاشمی و خودت و خیلی های دیگر رو. گفته وقتی میگین رنگ پیراهن تیم داماش رو کمی قرمز به کار ببرید برای همین موضوع میگیم تا مبادا بعضیا ما رو با کیسه تهران و اهواز مقایسه کنن. برید پیراهن باشگاه داماش تهران رو ببینید. جالبه اونا چه کیت خوشگلی دارن. از 3 رنگ آبی و قرمز سفید استفاده کردن اما همش اصرار دارن فقط از 2 رنگ استفاده کنیم. به غیر از اون ما هم باید یک طرح مخصوص برای کیت باشگاه خودمون داشته باشیم همونجوری که تیم همسایه با آرم لنگر و یقه شبیه نیروی دریایی برای خودش داره. چند تا طرح به کار ببرید و بین هواداران نظرسنجی بزنید. ما نمیخوایم با هیچ تیمی از جمله لنگ و کیسه مقایسه بشیم.
کاملا با نظرت موافقم. نظرت موافقی؟ آره. اینو باید برسونیم به اونایی که لباس طراحی میکنن. حالا ما اینجا کامنت شما خوندیم که اگر شد که به هر حال علی هم یه نظری داره. پخش بشه. البته من از همون ابتدای تأسیس با خود داماش و بیشتر حالا خود زمانی که آقای حاجی پور اینا اومده بودن، من خیلی دوست داشتم که اصلا یک رنگ خاص‌تر و به قول گفتنی تک داشته باشیم. اصلا نه حتما لزوما نه یا آبی یا قرمز، نه که پیش مد باشه. آره. ما فراموش بکنیم، نه میشه به رنگ آب مثلا یه خورده رنگ تیره‌تر کیفش رو میشه تغییر داد. آره. الان خود تیم ملی فرانسه شما نگاه کنید کاملا پیراهنش سربه‌ای خیلی خوشگل، خیلی اون به نوعی آبیه اونم مثلا. آره ولی رفته به اون سمت. بعد پاریس مثلا تیم پاریس مثلا زمان پگاه رو اگر در نظر بگیرید ببین رفته اومد رنگ پیراهن رو یک کمرنگ که آخر به اون رنگ پیروزه‌ای رسیدی که اصلا شده بود یک نماد، یک رنگ واقعا همه دوستش داشتن. پگاه هر چی شالا ما شاید بعضی اون دوست نشته باشیم، رنگ پیراهنش خاص خوب بود و اگر خاص حفظ می‌کردیم خوب بود. حالا نشد اشکال نداره ولی میتونیم دوباره این مسیر رو طی بکنیم. پشت قلب رفتن کامنت خوب نمیتونم بخونم. موین گفته که بازی رو نمیدونم. میگه چشم انداز من تا هفته پنجم فقط برد جلوی استقلال و ملاثانی. آها میتونه. حالا یه چیزم بگم، تا قبل از اینکه بازی هفته اول رو انجام بدیم هوادارا داشتن میگفتن که مثلا جورایی ما مثلا صعود کنیم، شانس صعود داشته باشیم. الان من یه چیزایی دارم میشنوم که آقا صعود نکنیم. من اون موقع تو مطلب چی گفتم؟ بیایم امیدوار باشیم. اون رو راستم برعکس شد کاملا. یعنی در هفته دوم هنوز نشده. خب نمیتونین شما با یه بازی، شما یکی دو تا بازی دوستانه با تیم‌های لیگ برتری دیدین، حالا ما بردیم فکر کردیم ما شانس صعودیم. اینقدر کوته فکری. آره. حالا برعکسش من فکر نکنم ولی باشه اینکه شانس سقوط هم باشیم به نظرم نیست. من به نظرم همون وسطاییم. نه فکر نکنم سقوط کنیم. اگه من اینکه کار خراب کنم، کار عجیب غریبی بشه. آره. فکر نکنم اتفاق. خب یکی دیگه گفته قطعاً ادمین پیج داماش یک لنگیه. جوابشو خودم بهش دادم. چون ریشه داماش از خود تاج رشته. بعد علیرضا اومده جواب داده با پیج وارش اسپورت. لنگ و کیسه هیچ نسبتی با داماش ندارن. از طرفی تاج رشت و دوچرخه سواران تهران چه ریشه مشترکی دارن؟ من دیگه حرفی ندارم. مایک طرف. یکی دیگه هم منشن کرده نوشته ایموشنال دمیج. کامنت ها بس باشه. بقیه کامنت ها رو خودتون میتونید بیاین بخونین. گفتم آخر سر این کامنت ها بخونیم یه خورده در حال از اون فضای جواب کافی. خوشکاره چیم. موین میگه که بدنسازی پرفشار هم اشتباه بوده. 100%. باش، ممنونم از تمام کسایی که تا این لحظه این لایو رو دیدن. من دوباره میرم روی پوستر بازی و تصویرم رو قطع میکنم. بعد از اون دیگه ازتون خداحافظی میکنم. علی تو هم اگر صحبت پایانی داری که بگو. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. به امید موفقیت داماش در ادامه مسابقات و مطمئنا موفق بودن داماش چیزیه که در آخر همه اون میخوایم فارغ تمام بحثا تمام انتقادا اینا میکنیم، آخرش هدف ما یه چیز، من پیروز بودن و موفق بودن داماش. امیدوارم که آخر فصل همه خوشحال باشیم. فکر میکنم که روزای خوش به هر حال دیر یا زود به سراغ ما هم میان. تا برنامه بعدی، تا تاک شوی دیگه از وارش اسپورت، خدا نگهدار. خدا